این سوال عزیزم جواب بدم. استاد مردگان اجازه دارن از اون دنیا به خواب ما بیان یا همه شبکه منفیه؟ ببین الان برات توضیح بدم. فکر کن الان من خودمو میگم ساده، من مردم، من دو راه بیشتر ندارم، مرگ دیگه. خب ممکنه ما فکر می‌کنیم حتما 90 سال قرار عمر کنیم، خیر اتفاقی میفته. من الان مردم ها، من دو راه بیشتر ندارم، یا درک کمالی دارم، عدم وابستگی که صحبت کردیم، میرم به جهان بعدم. به جهانم بعدم که رفتم پشت سرم در بسته میشه، نمیتونم رجوع کنم. مثل الان که به جهان قبل نمیتونیم برگردیم، ما قبل جهان قبل داشتیم ها. الان که میریم به جهان بعد دیگه، مرده‌ای که رفته وابستگی نداشته، ادراک کمالی داشته، در پشت سرش بسته میشه، نمیتونه برگرده دیگه، کاری با این دنیا نداره، با عالم ماده دیگه کاری نداره. پرنده از قفس پرید، رفت لامکان شد. حالا اونی که مونده، بله اون وابستگی داره، اون میره در طبقه بندی ویروس های غیر ارگانیک نوع 2 میشه، اصلا تبدیل به ویروس میشه. این که میگن روح درگذشتگان این خونه رو آلوده کردید، بعضی از خونه آلوده است، آلوده تششعاتیه میگن روح سرگردان اونجاست. اون همون اون درگذشتگانه که ادراک کمالی نداشته، نتونسته بره، وابستگی داره، مونده، آلوده، داره اون زندگی میکنه، داره تو اون خونه داره زندگی میکنه برای خودش، چون زنده توده ذهنه. اون حتی خودش هم شاید ندونه که مرده، یا اگر مرده وابستگی داره نمیتونه بره. پس داره تو اون خونه داره زندگی میکنه سالها، قرون، اعصار. بعضی از خونه‌های ترکیه خیلیشون قبرستان مثل ما ندارن، تو به قولم باغ و باغا تو باغچه‌شون همینجا چال میکنه. همین پشت ما مثلا 5 تا مثلا جد اندر جد مرده همون کنار خونه چال میکنن، تو حیاط خونه‌شون اینجا ممانعت نیست، به خاطر این آلودگی تشعشعاتی خیلی دارن. پس این مونده اصلا تبدیل به ویروس غیر ارگانیک ما دسته‌بندی میکنیم. روح درگذشته‌ای که مونده در اینجا تموم شد رفت، ما هم اتصال بهش نباید پیدا بکنیم، میشه شبکه منفی. هر اطلاعاتی هم به ما بده در اطلاعات شبکه منفی دسته‌بندی میشه، هیچ فرقی با اژنده نداره، میشه شبکه منفی. اطلاعات شبکه منفی، ویروس غیر ارگانیک نوع 2.